شما دوستای گلم، من نازلی هستم. به آشپزخونه من خیلی خیلی خوش آمدید. تو این ویدیو میخوام یه همبرگر خونگی خوشمزه و لذیذ درست کنم که انگشتاتم باهاش بخوری. من برای خوشمزه تر کردن این همبرگر خونگی آبدار و جذاب از پیاز کاراملی استفاده میکنم. پیاز کاراملی به سبکی که من درست میکنم طعم خیلی خوشمزه‌ای داره و ترش و شیرین میشه. البته شما میتونید ترش و شیرینیشو به سلیقه خودتون تغییر بدید. طرفدار پیاز نیستی و همین الان میخوای این ویدیو رو استاپ کنی، صبر کن. یه آپشن دیگه هم دارم برای خوشمزه تر کردن این همبرگر جذاب که آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دونه های فلفل سیاه رو با هاون نیمه خرد میکنم. شما میتونید از فلفل سیاه نیمه خرد شده بازاری یا حتی پودر فلفل سیاه استفاده کنید. اما باور کنید که عطر تازه فلفل سیاه خیلی جذاب و اشتها آوره. بعد از اضافه کردن فلفل سیاه ها کمی به گوشت نمک میزنم و یک کمی هم پودر سیر اضافه میکنم. یه پیاز کوچیکم رنده میکنم و با آبش به گوشت اضافه میکنم. گوشت رو کمی ماساژ میدم تا همه مواد با هم مخلوط بشن. بعد به اندازه یه نارنگی درشت از گوشت برمیدارم، تو دستم کاملا گردش میکنم و روی کاغذهای شیرینی پزی که برش زدم دونه دونه قرار میدم و کمی تختشون میکنم. ما بینشون کاغذ قرار میدم و در یخچال قرارشون میدم تا بقیه مواد رو آماده کنم. دقت کنید که همبرگرها خیلی تخت و نازک نشن تا داخلشون آبدار و خوشمزه باقی بمونه. برای پیاز کاراملی از 2 تا پیاز نسبتاً درشت استفاده میکنم و اسلایسشون میکنم. اسلایس ها نباید خیلی درشت یا ریز باشن. اسلایس ها رو به تابعی که روغن ریختم اضافه میکنم، کمی نمک میپاشم و با حرارت بالا 5 تا 7 دقیقه اونا رو سرخ میکنم. برای خوش‌عطر کردن پیاز کاراملی من از آویشن تازه استفاده می کنم. شما میتونید از آویشن خشک یا پودر آویشن استفاده کنید. حالا حرارت تابه رو خیلی خیلی کم می کنم. در تابه رو میذارم و پیازا رو با حرارت خیلی کمی میپزم. منتها دائم همشون میزنم تا به اون رنگ کاراملی دلخواه برسن. برای اینکه پیازای کاراملی خوشمزه بشن و طعم ترش و شیرین پیدا کنن
من از بلزمیک گلیز استفاده می کنم. شما میتونید از ترکیب سرکه بلزمیک و شکر استفاده کنید و بعد ترشی و شیرینی اون رو به سلیقه خودتون تغییر بدید. برای درست کردن سس همبرگر هم از 2 قاشق مایونز، 1 قاشق سس خردل و 1 تا 2 قاشق سس کچاپ یا سس گوجه فرنگی استفاده می کنم و اونا رو کاملا با هم مخلوط می کنم و کنار می ذارم. برای سرخ کردن همبرگرها بهتره که از تابع چدنی یا تابع گریل استفاده کنید. کمی روغن توی تابه میریزم و همبرگرها رو 2 طرفشون رو سرخ میکنم تا حسابی خوش رنگ بشن. وقتی همبرگرها سرخ شدن میتونید کمی کره به تابه اضافه کنید و وقتی کره آب شد با قاشق از کره آب شده روی گوشتا بریزید تا طعم کره رو به خودشون جذب کنن و خوشمزه تر بشن. همبرگر خونگی ما آماده شده و من همونطور که بهتون گفته بودم یکیشو با پیاز کاراملی سرو میکنم، اون یکیشو با پیکل یا رلیش لبو که نوعی ترش و شیرینی خاصی داره که برای انواع ساندویجا و گوشت‌ها مثل استیک مناسبه. برای آماده کردن همبرگرها گوجه فرنگی رو برش میزنم و به سبزی دلخواهم کمی بلزمیک گلیز اضافه میکنم که شما میتونید سرکه بلزمیک اضافه کنید. بعد نونای همبرگری رو برش میزنم و از سسی که آماده کردم روی هر تیکه نون کامل میمالم. بعد از گذاشتن همبرگرها روی نونهایی که سس مالیدم برش‌های گوجه رو میزنم و روی یکی از ساندویجا 1 قاشق پر پیاز کاراملی خوشمزه میریزم و روی اون یکی هم رلیش لبو. رلیش لبو یه طعم ترش و شیرین خیلی خوشمزه‌ای داره و من با انواع ادویه ها و سرکه اونا رو پختم. روش پخت رلیش لبو رو میتونید تو ویدیوهای کوتاهی که تو کانال میذارم تماشا کنید. مواد لازمشم تو باکس توضیحات همین ویدیو قرار دادم. همبرگرهای خوشگل و جذاب ما آماده شدن. مطمئن باشید که مزه‌شونم به همین خوشمزگی و جذابیه. حالا میخوام این همبرگر خوشمزه رو تست بکنم تا ببینیم که مزه‌ش چطور شده. همبرگر خونگی ما خیلی خوشمزه و آبدار و جوسی شده، گوشتش اصلا خشک نشده، پنیر کاملا روش آب شده و مخصوصا وقتی که بهش این رلیش لبو یا پیاز کاراملایز شده رو اضافه میکنی طعم و مزه های خیلی خوشمزه تری به همبرگر ما میده. امیدوارم که این رسیپی رو امتحان کنید و لذت ببرید. حالا توی کامنت به من بگید که شما کدوم مزه رو دوست دارین، با پیاز کاراملی یا با رلیش لبو. دوستای گلم، اگه این ویدیو رو دوست داشتید و از این رسیپی استفاده کردید پس حتما لایک بزنید و با کامنتاتون کانال منو حمایت بکنید. یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا هر وقت که یه ویدیو جدیدی منتشر میکنم در اولین فرصت تماشا کنید. سپاسگزارم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.